دم میخوای بهت یاد بدم چیزی از این اسپری درست کنی؟ تا آخر ویدیو هم باش. برای ساخت این اسپری ابتدا باید همه قطعات فندک رو از هم جدا کنیم. سپس با شاسی تنظیم شعله پیش خروجی گاز رو باز میکنیم و قطعات داخلیش رو در میاریم. سپس با سرنگ محلول آب و سس خیلی تند، خیلی تند رو تزریق میکنیم داخل فندک. تقریبا 60% حجم فندک رو مایع پر میکنیم. سپس بعد از پر کردن یک لوله خودکار داخل همون سوراخ خروجی گاز میزنیم و دوباره شروع میکنیم به جا زدن همه قطعات سر جاشون. اما این سری جرقه زن رو جا نمیزنیم و در آخر فندک رو با گاز پر میکنیم. همینجوری که میبینید با فندک قشنگ میگیریم پرش میکنیم و این هم میشه نتیجه کار. اگه خوشت اومد لایک کن، کامنت بذار و دوست داشتم بفرست واسه رفیقات.